سلام دوستان عزیزم، امیدوارم برنامه خوب متنوع در خدمتتون هستیم و این برنامه هست در مورد باقالی که بیشتر البته هدف من اینجا این بود که پیام میرم به شما برسونم در مورد باقالی. یعنی چند تا پیام هست. اول اینکه این باقالی‌ها رو من رفتم از همین بقالی سر کوچه‌مو خریدم، یعنی یه مغازه آمریکاییه که همه آمریکایی‌ها فقط خرید می‌کنن. چند روز واقعا دیوید بکام داشت باقالی توی آشپزخونه پوست می‌کرد. باقالی پوست می‌کرد. اوکی. آره. و باقالی‌ها هولوش 1 کیلو و 250 گرمش رو خریدم، شد $8 و خورده‌ای. یعنی تقریبا هم قیمت مرغ در اومد. یعنی من می‌خواستم مرغ درستن بخرم، همینقدر در میومد. پس اولین نتیجه گیری اخلاقی چیه؟ اینه که یک آره این مسئله شما حتما باش دچار شدین، این مسئله رو که مثلا یه چیزایی که توی ایران یه چیز بی ارزش و مثلا خیلی ارزون حساب میشد، اینجا مثلا ممکنه که خیلی گرونتر در بیاد. حالا تازه الان این باقالیا که من خریدم الان چون که دیگه نوبرش نیست، مثلا اگه نوبرانه بوده اینا مثلا شاید قیمتش هولوش 50% هم از این بالاتر می بوده. و حالا در مورد روش باقالی پاک کردنم اینه که من دارم از روش چیز استفاده میکنم. مادر بزرگ من یه روش تستی داشت که استفاده میکرد، ولی من ترجیح میدم که به خاطر اینکه اینجوری بیشتر احساس بهتری نسبت به این باقالیا پیدا میکنم. مادر بزرگ من ورمی داشت با یه چاقو اینجوری از جا قاچ کرد، در یه حرکت دو تا پوستش کنده میشد. ولی خب اون به خاطر این بود که بعد 100 کیلو باقالی رو مثلا پاک میکردیم و اینا. حالا این از و یه چیزی در مورد این باقالی هم به شما بگم اینه که خب الان فقط تو فصل باقالی تازه رو میفروشن طبیعتا. همه جای آمریکا هم نه، همه جا والا به هر جایی که ما زندگی کردیم باقالی بود. حالا ممکنه که مثلا یه جای بیشتر باقالی بیارن اینجا کمتر، ولی باقالی تازه فصل باقالی معمولا. اسم این باقالی اینا چه به انگلیسی؟ اینا فاواز. آره یه اشتباهی که بچه‌ها میکنن بعضن یه چیزی که توی فریزر همیشه میفروشن اینجا تو مغازه آمریکایی به نام لایم بین که اون یه چیز دیگه ایه. اون با این داستان فرق داره. اینو بهش میگن فاوا بین، توی انگلیسی ها بهش میگن براد بین. آره دیوید بکام همینو. آره بهش میگن براد بین، ولی توی چیز اونجا لایم بین. این از این. بعد عرض شد که آره اینا رو اگر که میخواین بخرین به نظر من بهترین حالتش اینه که توی مغازه‌های آسیایی اینا رو میفروشن تو فریزر، پوستش هم کندن. یعنی هر دو تا پوست هم پوست اینو همین پوستو کندن. چرا میگفتن خر بیار باقالی بار کن؟ به خاطر اینکه باقالی همونطور که نگاه می‌کنید تمامش آره تمامش پوست ایناست. آره غذای اون دقیقاً اونقدر باقالی رو در میاد ازش که خب آره خیلی وقت نرا کردن. به خاطر من معمولا باقالی تازه نمی‌خرم، مگه اینکه حالا دیگه وقتا یادم سر فصل محتوا لازم که کاری بکنید. نه ولی مثلا این بعد وقتا خب یه چیز دیگه یه کیفی میده آدم، یاد خاطرات بچگی که مادر بزرگ ما رو به کار میگرفت که باقالی پاک کنیم و اینا. اون موقع آره باقالی میذاشتیم تو فریزر. خلاصه ولی الان در مغازه‌های آسیایی اینا رو میفروشن و تقریبا اونجوری بخرین شما نصف قیمت در میاد. لازم هم نیست این همه کار بکنین. این یکی از مسائلیه که من می‌خواستم بهتون یادآوری کنم. آره ببینید تو محله شما مغازه آسیایی کجا و اینا رو اونجا به صورت یخزده‌شو بخرین از مغازه. خیلی به نظر من راحت‌تر کار راحت می‌کنه دیگه، شما لازم نیست این کارا رو انجام. خب می‌خواستیم بگیم که حالا این باقالی تو آمریکا لاکچری هم میری رستوران مثلا با کلاس دیدم پوره باقالی برات. آره مثلا من یه شف ما امروز با کره مثلا فرانسوی باقالی براتون تفت داده. آره اونم هر رستوران، این رستورانایی که مثلا فرض کن تاریک هست و اینا مثلا یکی داره ویولون میزنه و یا فضای رمانتیک و شمع روشن کردن و اینا، اونجا به شما باقالی میدن. من هرچی که به این آمریکایی‌های دوستام و اینا میگفتم آقا تو ایران مثلا باقالی و کنار خیابون مثلا تو چیز میفروشن، تو کاغذ روزنامه بهت میدن دستت و مثلا یه چیز خیلی ارزونه دوزاریه، اصلا فوش باقالی. مثلا یه آدمی که خیلی بی‌خاصیت و مثلا هیچ کار به درد بخوری نمیکنه و مثلا آدم پلزنتی هم نیست بهش میگن باقالی مثلا. باقالی. آره یه چیز دیگه هم که اینجا گرونه و اینا برای من شوک فرهنگی بود، لبوه. اونم همینطور اینجا یه چیز لاکچری حساب میشه. خب من چیز بود دیگه، مثلا خیلی وقتا میرفتم مثلا سر کار و اینا، برای خودم مثلا به عنوان چیز در کنار غذا مثلا یه سالاد لبوی چیزی هم میبردم سر کار. همه من میگفتن تو چقدر مثلا با کلاسی فلانی. گفتم من فکر نمی‌کردم دیگه لبو انقدر با کلاس باشه، ولی لبو هم دقیقاً همینطور. یعنی اونم شما تو یک رستوران خیلی با کلاسی میرین مثلا یه برداشتن
4 تا لبو رو مثلا پختن و قاچش کردن. چیزی الان یادم اومد، اون چیزا رو بعد بذاریم رسپشو بنویسیم، اون پستوی لبو. پستوی لبو آره دیگه، آره اون هم می‌نویسیم. آره اون چیز خیلی ساده است دیگه. آره خلاصه نادتون رسپی‌های سریع ما. آره دقیقاً اونم بذارم پس تو لیست. آره اونم امروز میرم می‌نویسم. حالا در مورد کامنت می‌خواستیم در مورد چند تا تاپیک داشتیم، بستگی داره که تو چه مودی الان هست. خب یکی این که میتونیم در مورد این بازی ایران و مصر جام جهانی که تو سیاتل هم بودش که نزدیک خونه ما هم برگزار میشد حرف بزنیم و حواشی اون که یکم هم فضای بچه‌ها بیشتر دستشون بیاد که توی کسایی که حالا تو یوتیوب دارن نگاه میکنن یا حالا هر جای دیگه، که فضایی که ما میخوایم توش بتونیم بحث بکنیم فضای محترمانه، ولی مثلا اختلاف نظر داره آدم همچنان زیاد در مورد این مسئله خاص چطوریه. یه ایده دیگه این بودش که میتونستیم خاطرات سفرات رو به آمریکا رو بگیم که چجوری سرویس شدی، زمینی اومدی و اینا. بله. یکم خیلی تو این چند سالی که من بلاگری کردم همه دنبال اینن که شما چجوری آشنا شدین. من چند بار خورد این بر اون بر گفتم داستانا ولی اونم یه تاپیکه. حالا به نظر تو کدومش چیزتره؟ بیشتر تو مودشی الان در موردش حرف بزنیم؟ بقیه در موردش حرف میزنیم حالا فقط الان. آره همین بحث اینه که الان امروز یه چیز دیگه بخوایم حرف بزنیم، ولی الان این ساعت داریم. من دستکش دستم کردم چون که من سوسولم دستم چیز میشه نمیخوام خراب بشه. شیرین حساسیت. آره حساسیت داره. اینا هم راستی اینجا ریواس هستن، اگر که در مغازه هاتون دیدید ریواسای اینجا برعکس ریواسای ایران که خیلی کوچیک بودن، اینجا ماشاءالله چین قد یک درخت هستن و اینم تقریبا چون آخر فصلشه قیمتش به نسبت ارزون بود. یعنی من همین اینا رو این باقالیا رو خریدم، مثلا بلوبوش باقالی میگم با این ریواسا رو خریدم نزدیک $4 شد، به نسبت قیمت خوبی حساب میشه. حالا اینا رو من چیکارشون میکنم؟ اینا رو ما باهاشون شربت ریواس درست میکنیم. حالا یه وقتی هم خورش نه، حالا اینا چون خیلی شقرن برای خورش خوب نیست. چرا اتفاقا؟ آره شقر برای خورش خوشمزه است. آره مسئله خورشتش آخه یکم چیزه. خورشت ریواس تو ایران فقط تو مشهد خوردم. جدی؟ آره نه خورشت ریواس به نظر من چیز خوبیه. مسئلهش اینه که این ریواسش له میشه، میره یه حالت چیزی میشه برای بچه‌ها مثلا ممکنه که دوست نداشته باشن. چون که آره چون که چیزه این ریواس خب خیلی فیبرش زیاده، البته چیز خوبی هم که فیبرش زیاده، ولی خب اون روی سکش هم اینه که چیزه این خیلی وقتی که شما میریزینش توی خورشت بلافاصله له میشه و مثلا برای بچه‌ها که خب به این چیزا عادت ندارن ممکنه که یکم براشون عجیب غریب باشه. بخاطر من معمولا ریواس رو شربتش میکنم که شربتش هم اگر تا حالا درست نکردین خیلی چیز خوشمزه‌ایه. فقط تنها نکتهش اینه که شما دیگه لازم نیست پوست ریواسا رو بگیرید، همونجوری با پوست میتونین قاچش کنین، بریزید با یک کمی شکر و اینا قلقل کنه و فقط نکتهش اینه که همونطوری که گفتم ریواس به محض اینکه یکم میپزه کلا وا میره و یه چیز شلوغلی میشه. بعداً صافش کنید فقط، یعنی باید بریزیمش توی صافی. حالا اینم بعداً اگر شد فیلم برداری می‌کنم بهتون نشون میدم که چجوری این کار انجام بدیم. این چیز خیلی خوبیه به نظر من، مثلا برای فصل تابستون شما میتونید اینو درستش کنید و بذارید توی یخچال و شربت ریواس توی یخچال یه مدت به نسبت خوبی میمونه. کوکتل هم خیلی میریزن. آره دیگه تو هر چیزی میتونید استفادهش کنید. آره صارف الکلی و غیره. آره و توی یه چیز دیگه هم اینه که مثل چیز میشه این بچه‌ها اینجا چیزای در مغازه میفروشن بهش میگن لیموناد صورتی. شکل دقیقاً لیموناد صورتی میشه. مزه‌ش هم تقریبا یه چیز شبیه اون میشه، مزه لیمون نداره ولی یه مزه ترش خیلی جالبی داره. آره جمعش پای درست میکنن خود آمریکایی‌ها، ولی این فارمرز مارکت خیلی با تو سنگ قاطیش میکنن برای درست کردن پای. ولی خب مثلا 3 کیلو شکر باید بریزن توش دیگه طبق معمول. ما یه کار که دیگه هم باش میکنیم بستنیش هم خوب میشه، با همون ترکیب این با توت فرنگی خیلی خوشمزه است. کم شکرش هم کمتر از پای و ایناست، چربیش هم خب خیلی کمتر. آدم میتونه حالت بستنی سربه چی میشه فارسی؟ نمیدونم، بستنی یخی دیگه، یعنی بستنی تیر. یه چیز دیگه هم که استفاده میکنه این آمریکایی‌ها فقط برای چیزای تو شیرینی و اینا از ریواس استفاده میکنن. وقتی من بهشون گفتم که میشه ریخت تو غذا همه شاخ در آوردن. ولی حالا خورشت ریواس که خب همتون خوردین، ولی تو نخوردین هم میتونین بخورین. ولی یه کار دیگه که با ریواس من میکنم اینه که تو همینجوری تو غذای دیگه هم شما میتونید بریزید به عنوان
یه جور چاشنی، مثلا یه مزه ترش ملسی به غذا میده. مثلا یکیشون وقتی که من مرغ درست میکنم در کنار، فرض کنید مثلا برای زرش پلو با مرغ یا هم چیزی، اون مرغا رو یه چند تا از این ریباسا میندازم توش. این ریباسا وقتی که میپزه مثل حالت دیگه و میره مثل حالت سس میشه دیگه، حالتی نداره که لرد جدید دندونشون حالشون به هم بخوره. این هم یکی از کارهاییه که با ریباس میگم خیلی هم خوشمزه میشه، توصیه میکنم کارو بکنید. من این ریباسا رو حاج کردم و اینطوری میخوام یه مقدارشو نگه دارم برای مرغی که میخوام شب درست کنیم در کنار باقالی پلو. بقیه‌اش رو میخوام شربتش کنم. این کل ریباسا بود هولوش نیم کیلو و حالا من یک کمیش ازش مثلا فرض کنید که به قد 100 گرمش رو نگه دارم، مثلا میشه 400 گرم و به قد 300 گرم هم توش شکر میاره. اینقدر گذاشتم برای کنار مرغا. اینم مثلا نزدیک 300 گرم شکر میریزم توش. یه کاری که من میکنم مثلا که آب بریزم، یه تو میذارم خودش آب بندازه، اینطوری با آب کمتری میپزه و مزهش کم به نظر خود من خوشمزه تر میشه. حالا یه چیز دیگه هم که من میخواستم بگم، امروز ما میخوایم در مورد ما داریم سعی میکنیم که به عنوان مهاجر یه کامیونیتی درست بکنیم و یکم حتی به اون به روش ایرانی‌ها به اون تراژدی‌های خودمون رو بتونیم به صورت طنز بهش نگاه کنیم. این چیزی که به نظر من یه چیزی من میخوام برگردم نگاه کنم به اون ایرانی بودن چیز خوبی، مثلا این همین بلا سر ما میاد در طول روز به خاطر ایرانی بودن، اینه که ما مکانیزم دفاعی برای مشکلات و بدبختی طنزه که چیز خوبیه. بعد خب تو خیلی سر من که حالا مسئله ویزا نداشتم، ولی تو خیلی سر ویزات اذیت شدی و همین داستانایی که میگی که خودت تراپیه به نظر من که اون سختی‌ها رو بهش بخندی و گذر کنی باحاله. من گفتم که چون من میخوام در مورد مهاجرت و ایناست، این قضیه اومدن به آمریکا و اون انگلیسی حرف زدنت که خیلی داغون بود و اینا، مال خود من از شیرینم بدتر بود. به معنی چیزی نیستش، بیشتر میخوام که بچه‌ها اگه که اعتماد به نفس ندارید انگلیسی صحبت کنید یا حالا زبون کشوری که هستید، همه مهاجرا به هر به یک شکل تو این موضوع سختی کشیدن و حالا نباید آدم بذاره که این احساس حالا خجالت باشه که پیشرفت نکنه تو جامعه‌ای که هستش. ولی حالا میخوای تو یکی از داستان‌های مهاجرت رو تعریف کنی، نمیدونم هواپیما رو بگم. آره حالا احتمالاً در قسمت قبلی شنیده بودید داستان سبزی خشک توی چمدون. فکر کنید مثلا من 2 تا چمدون رو اینا برده بودم تحویل بار و اینا، بالاخره با 1001 خدافظی و فاک فامیل میان گریه میکنن تو فرودگاه و اینا، با خدافظی میکنیم و فرض کن حالا پروازام که ساعت مثلا 2 صبح یه جوریه که نه خواب نمیدارین چه خبره، سوار هواپیمای KLM شدیم از تهران به مقصد آمستردام. موقع مهرآباد بوده. آره مهرآباد، هنوز فرودگاه جدید درست نکردن. از فرودگاه مهرآباد خلاصه دیگه تو هواپیمای دیگه مثلا چرت هم گرفته بود، حواسم نبود و اینا دیگه. وقتی که رسیدیم آمستردام دیگه اونجا بیدار شدم، مثلا صبح بود اون وقت توی آمستردام. حالا اونجا هم دوباره قبل از اینکه سوار هواپیما بشی دوباره 10 ساعت استنتاقت می‌کردم، مدارک تو به من نشون بدن، پذیرش از کجاست، کی رفتی کی اومدی فلان. ما حالا سعی کردیم که دیگه حالت خسته فکر کن مثلا برای پروازش هم از تهران تا آمستردام کوتاه هم نیست خیلی. بعد آره دیگه بعد اونجا کلی استنتاق کردن و سوار هواپیما شدیم. هواپیمای از آمستردام به دیترویت پرواز نورث وست. من اینو بگم که دانشگاهی که این نورث وست دیگه وجود نداره الان شده دلتا، یعنی دلتا خریدش و مرج شدن. این دانشگاهی که من و شروین رفتیم که ما اینجا همدیگر هنوز نمیشناسیم در این قسمت داستان، توی شهر اناربر بودش که بودن 20 دقیقه نزدیک فرودگاه بشن. فرودگاه دیترویت بود، ما همه به فرودگاه دیترویت واسه اناربر پرواز می‌کردیم. بعد از اونجا دیگه حالا یا یکی میاد دنبالت، اوبر هم نبود یا تاکسی میرفتی به دانشگاه، شهر دانشجویی اناربر. آره 20 دقیقه رو به نسبت به نظر من خوب. آره خلاصه سوار هواپیمای نورث وست شدیم. حالا اولین چیزی که من متوجه شدم که چقدر هواپیماشون قراضه بود. مثلا هواپیمای KLM خیلی تمیز و عالی، هواپیمای آمریکایی مثلا اولا یه ایرباس قدیمی 330 بود قراضه و مهمانداران همه قراضه بودن. لباساشون مثلا توی چیز KLM همه لباساشون فرق میزد و اونجا مثلا لباساشون اولا هم رنگ هم نبود، مثلا یکی لباسش قرمز بودی که لباسش مثلا توسی بود فلان و دیگه مثلا یکی رو خیلی مثلا پیر بودم یواش یواش مثلا اومد به یه چیزی میداد و اینا. آره این برنامه خیلی جالب بود. اولین برخوردی که با سیستم آمریکا داشتم این بود که برعکس اون چیزی که مثلا برای تصور میکنم هالیوود نشون میده، آره همه چی برق میزنه و اینا، یکم در به داغون بود. خلاصه رفتیم اونجا نشستیم و صندلی بغلی آقای آمریکایی بود نشسته بود و
بنده خودم خب خیلی دوست داشت صحبت کنه، فکر کنم حوصله‌اش سر رفته بود، می‌خواست با من صحبت کنه و منم کسا متوجه نمی‌شدم این چی میگه. که خب اون چیزی که توی ایران مثلا خب بالاخره یک کلاس انگلیسی آدم میره بالاخره در حدی که چیز آیم ویندو اینا بتونی صحبت کنی، ولی خب این ربطی به این زبانی که آمریکایی‌ها صحبت میکنن خیلی نداره. خیلی از اینا مثلا اصلا سیستم انگلیسی بود، یعنی مثلا این چیزایی که لیسنینگ و فلان که مثلا ما میذاشتیم مثلا لنگویج انگلیسی شد. آره الان بهتر شد. آره بعدم این که خلاص این آقا هم که نشسته بود آدم مثلا خیلی فرض کن تحصیل کرده نبود، فکر میکنم مثلا تکنسین مانند بود. توی بر اساس چیزایی که میگفت من تقریبا از هر 20 تا کلمه‌اش یکیشو میفهمیدم، این بود که خونش اوهایوه که اونجا نزدیک هم فرودگاه دیترویت، بخاطر از اونجا بره خونش، و اینکه یه جایی توی یکی از اون کشورهای خلیج فارس توی مثلا یکی از این شرکت‌های نفتی کار تکنسین می‌کرد. و خب چون آدم مثلا حال تحصیل کرده و اینایی هم نبود، مدل حرف زدنش هم یکم عامیانه حرف میزد و خیلی هم چیز نبود، به قول معروف فصیح صحبت نمی‌کرد، خیلی جویده صحبت می‌کرد. به خاطر من اصلا نمی‌فهمیدم این بنده خدا داره چی میگه. و هی خب حالا اونجایی هم که نشسته بودیم درست روی بال هواپیما بغل موتور بودیم، موتور ایرباس 330 هم قار اینجوری تو گوشت، یعنی اگرم احیانا گاهی وقتا یه حرفی رو می‌خواست بزنه که من بفهمم، موتور هواپیما نمی‌ذاشت. خلاصه این آقا شروع کرد با من صحبت کردن و من اصلا هیچ نمی‌فهمیدم چی میگه. قار بعد هی نگاه می‌کرد به من، منم میگفتم excuse me can you repeat that مثلا فلان اینا، یا دوباره همون رو میگفت. ای بابا این اصلا هیچی نمی‌فهمیدم. این تنها چیزی که من می‌شنیدم مثلا مثلا اینطوری دیگه هرچی گفتم excuse me بار بگو دوباره بگو نفهمیدم و اینا دیگه خستم بودم، حوصله‌ام نداشتم. اونجا بعد مثلا دیگه کلافه و فلان و پروازم طولانی دیگه هرچی یعنی کلا آدم بد سفریه. حالا من اینم بگم یعنی پرواز دوست نداره، هتل دوست نداره، یعنی مثلا بهترین جای دنیا هم بخوای ببریش هم که میخواد از خودش بیاد بیرون اصلا به اون که آره دیگه هم گفته بود. آره اینا هم در نظر بعد این، چون مثلا من خودم میشم تو هواپیما حالم بهتره تا همین الان اینجا رو نشستم. آره خب این حالت مرغ خونگی که تو داری خب مثلا همه نداره. آره دیگه ما خلاصه این آقا یه چیزایی میگفت، منم دیگه بی خیال شدم. گفتم که دیگه هرچی مثلا یارو یه چیزی میگفت قیافش رو نگاه میکردم، مثلا بر اساس اینکه قیافش چه شکلیه مثلا میگفتم yes یا no. مثلا من گفتش که زانا من گفتم خب حتما جوابش هست yes، میگفتم yes مثلا. بعد گفت زانا گفتم no. بعد آره دیگه من منتظر بودم که دیگه بی خیال شه، یارو هم بی خیال نمیشد، هی حرف میزد تا اینکه من یه لحظه حواسم پرت شد، دیدم که این یه جمله‌ای گفته و من منتظر من یه جوابی بهش بدم. و قیافش هم که نگاه کردم قیافش کاملا خنثی بود، یعنی نه یه حالتی بود که مثلا توقع داره من بگم yes یا اینکه توقع داره بگم no. من نگاه کردم یه خورده بهش و اینا، حالا چی بگم، مثلا بگم مثلا من نفهمیدم، یعنی مثلا تا حالا همین حرفایی که داشتیم زدیم ملکی داشتم گفتم یه سون گفتم چی بگم و اینا. خلاص یه خورده فکر کردم و قیافه رو گفتم که yes یارو یه بود چشماش اینقدر گنده شد، این بنده خدا تمام مدت مثلا یه حالت چشماش ریزی بود، چشماش اینقدر گنده شد یهو گفتش که really؟ من گفتم که بعد دیگه با من حرف نداد. همون دیگه نمیدونم مثلا جمله‌ای که یارو گفته بود چی بود و اینکه من جوابی که بشه مثلا شاید گفته مثلا تو آدم خوری، من گفتم مثلا yes نمیدونم جملهش چی بود. خلاصه دیگه بنده خدا با من حرف نزد و منم دیگه چیز دیگه گفتم چه خوب دیگه بالاخره خلاصه رفتیم به حال خودمون. هواپیما که نمیرسیدم اونجا قار تازه اونجا از قطب نزدیک سمت اون جای کانادا میان همینجور همه چیز زمینم نگاه می‌کنی همه چی یخ زده دیگه، حوصله دارم سعی میره. تلویزیون هم اون موقع نداشتن از قرتی بازی که بتونی فیلم چیزی نگاه کنی، تو هواپیما نشسته بودیم و سختی بود. آره یه چیزی فقط داشتن اون موقع که یه شاید چون ناصرالدین شاه آره یه گوشی میتونستی بزنی اونجا رادیو گوش کنی، مثلا فکر کنم مثلا رادیو بود، مثلا آهنگ چیز گذاشتن که اصلا رادیو پیانگ. بعد آره دیگه خلاصه منم مثلا سر رفت و تا اون موقع مهماندارا اعلام کردن که مثلا که dear passengers, if anybody speaks Farsi or Persian, we need you to translate for us. We have a situation here.
بعد در جان یکی اینجا توی هاپ ما فارسی حرف میزنه یا پرژین ما کمک احتیاج آره یه اتفاقی یه سیچویشن موقعیت وحشتناک آره گفتن سیچویشن وقتی میگن چیز منفیه. آره خلاصه منم گفتم که برم ببینم چه خبره. رفتم جلو اون این هواپیماهای چیز ایرباس و اینا خب یه آشپزخونه جلوشون نزدیک کابین خلبان داره، یه آشپزخونه اون ته دارن. هواپیماهای کوچیک‌تر فقط یه آشپزخونه، اون یعنی آشپزخونه که چه عرض کنم اونجایی که غذا من دارن. اینا تو اون آشپزخونه نزدیک کابین خلبان همه مهماندارا جمع شده بودن. من رفتم اونجا و یکیش گفتش که مثلا do you speak Farsi؟ من گفتم آره اینا کام دیدیم که خلاصه اینا یک آقا خانوم خیلی پیری رو اونجا این وسط وایسته و محاصرهشون کرده بودن و اینا. یه آقا خانوم پیر خیلی محترمی هم بودن و اینا گفتن که بیا برگه که اینا پر کردن، فرمی که پر کردن و ببین چی. اون موقعی که می‌خواستی، حالا نمیدونم الان هم هنوز هست، اون موقعی که شما می‌خواستی بیای وارد آمریکا بشی یه برگه هایی به شما میدادن. یه برش مثلا بگو مثلا آیا چه میدونم مثلا چیزی گمرک چیزی داری که بگی مثلا میخوام من به گمرک اعلام کنم که این چیزا رو آوردم. یه داستان دیگه هم این پشتش هم نوشته بود که مثلا آیا شما تا به حال مثلا عضو گروه تروریستی بودید، آیا شما جزو گروه کمونیستی بودین، آیا شما جزو گروه نازی بودین، آیا شما نمیدونم آدم کشتین، آیا شما تا حالا زندان رفتین، آیا شما مواد مخدر مواد مخدر، آیا شما تا حالا تو آمریکا دستگیر شدین، فلان همه سوالا. خب جواب اینا همش میاد نه دیگه. برای اینکه خلاص اینا برگه این آقا خانم رو من نشون دادن، اینا بنده خدا همه رو زده بودن یس. من یه برگه نگاه کردم چشمام درست گشاد شد. آقای برگهش من گفتش که آقا جواب درستش نو بود. گفتم که بله. بعد خانم برگشت گفت دیدی گفتم آقا دیدی گفتم بعد بنویسیم نو. خلاصه آقا یه چیزی هست مثلا اون موقع اینطوری بود تو ایران هم اینجوری که مثلا دیفالتت بله است. آره دیگه آره به پلیس که برعکس دیفالت نه همه کار نه. آره تو ایران حالا همیشه ولی اغلب آره دیگه تو ایران مثلا بگو نه نمیگه پلیس. آره بگی نه میزنن تو سرت تا بگی آره. خلاصه این بنده خدا بیچاره ترسیده بودن و اینا و بعد لازم پوپو مهماندار عقلش رسیده بود. آره چرا همه اینا در آن باید نمیتونن باشه. آره هم دولتی باشه هم اسلامی باشه هم عقلش رسیده آره هم کمونیست باشی مثلا هم نمیدونم مواد فروش باشی دستگیر شده تو آمریکا تا نیومده شده دستگیرم تو آمریکا بعد مثلا عضو مثلا گروه اسلامی هم باشی و فلان. یه خلاص آره این بنده خدا مهماندارا خلاص فهمیده بودن به ریخت و قیاب این بنده خدا دو تا آقا خانم پیر محترم نمیخوره. مدل حرف زدنشون هم به نظر مثلا مال استان فارس بودن، مثلا شاید یه جایی مثلا آباده نمیدونم. خلاصه بعد این مهماندارا گفتن بهشون که آقا اینا اشتباه کردن، خودشون هم گفتن که اشتباه کردن. اینا مهماندارا گفتن ما طبق چیز الان اینجا باید صورت جلسه کنیم، شما باید دونه دونه این سوالا رو به انگلیسی بخونی، بعد فارسیشو ترجمه کنی به اینا، فارسیشو بگی، اینا به تو جواب بدن و تو اینجا یادداشت کنی جواباشونو و ما اینجا همه باید صورت جلسه کنیم، وگرنه باید اینا تحویل پلیس بدیم. اگر که به واسه اینکه برسیم اینجا باید اینا باید پلیس بیاد اینا رو بگیرن و خلاصه تو آمریکا هم حسابتون به پلیس بیفته بهتره که نیفته، چون که تیکه دورگردون موشتونه. خلاصه منم شروع کردم خب ترجمه کردم دیگه. گفت سوال اول آقا شما جزو گروه تروریستی بودین؟ آقا به خود آخه به قیافه ما میاد آقا ما بخوایم تروریست با ما اومدیم اینجا بچه‌مون رو می‌خوایم بریم ببینیم، ما آدمای محترمی هستیم. منم میدونم فقط شما بگو یس یا نو. مثلا سوال بعدی آقا شما کمونیست؟ نه والا به خدا ما کمونیست نیستیم. کمونیست کجا بود اصلا ما نمیدونیم کمونیست چیه. فقط شما نمیدونم حزب نازی بود. نه آخه به قیافه ما میخوره حزب نازی باشیم. گفتم آقا شما هرچی فقط بگو نو. خلاصه این مهمونداران بیچاره ها اونجا وایسادن و یه کورم که خودشون هم فهمیده بودن که قضیه از حالت دیدن مطمئن طنز تبدیل شده بود و اینا. خلاصه تشکر کردن از ما و ما رفتیم نشستیم. احساسی کردم که بالاخره یکی از یه مخمسه نجات دادم، یه خود احساس به در بخور بودم هم دست داده بود، چون آقایی که ما آمریکایی حرف میزد اصلا احساس کردن که من اینجا آقا هم که فعلا بود قهر کرده بود. آره آقا هم که حرف نمیزد. آره بعدم که هواپیما نشستیم آقای فقط زار زنبیلشو برداشت فرار کرد، یعنی نه خدافظی نه چیزی. فکر کنم حرفی که بهش زده بودم که گفته بودم یه چیز خیلی خلاصه حرف ناجوری بود. آره بعد خلاصه بعد رسیدیم اونجا. خب تو فرودگاه دیترویت یه خاصیتی هم که هست که شما توی این
شهرهای مثلا وسط آمریکا که میان همه چیز ساکته، یعنی وارد فرودگاه که میشین مثلا همه جاهای دیگه، حالا سمت شرق آمریکا سمت غرب آمریکا، اینجا مثلا یه هیاهو و همه و زمزمه و این صداهایی هست. آره اونجا هم ساکته و هیچ صدایی هم نمیاد. خلاص ما رفتیم خیلی حالت ساکت و اینا و گفت صف پاسپورت و اینا گفتیم ولی رفتم تو صف پاسپورت وایسادم و نوبتم شد این پاسپورت قهوه‌ای رو که به یارو نشون دادم. این بنده خدا کسی که پشت باجه بود، ایران پاسپورت عزیز، یارو پاسپورت رو نگاه کرد و یه دونه چیز از این زد که مثلا این باجه فعلا تعطیل است. گفت بیا بریم. منو خلاصه خیر ما رو گرفتن و بردنمون تو دور زمین. حالا زیر شلواری ها. آره حالا زیر شلواری و اون سبزی خشکا و اینا حالا اون بالا قبل گذاشتن روی نقاله داره میچرخه، ما مدل زیر زمین ما رو اسیر کردن. بعدم یه داستانی بود اون موقعی بود که درست بعد از 11 سپتامبر یهو این خیلی اومده بودن بگیره به من کرده بودن. مثلا تو آمریکا هم همه چی یا از این برای پشت بوم میافتن یا از اون بر. قبلش مثلا کسی به کسی نبود و اینا، یا بعدش اصلا اومده بودن یک وزارتخونه درست کرده بودن، نمام هوملند سکیوریتی اصلا وجود نداشت، مثلا در عرض مثلا 20 روز یه وزارتخونه درست کرده بودن، یه عالمه آدم و این آدما خب بیچاره‌ها نمیدونستن چه کار باید بکنن و درست بعد معلومه روزش نبود. آره خلاص رفتیم اونجا تو زیر زمین، اینا پلیسا اینا دور خودشون میچرخیدن، یکی میگه برو، یکی میگه بیا، یکی میگه بشین، یکی میگه نشین. خلاصه من که اونجا اوضاع خرابه. خلاصه نشسته بودیم و حالا شور عرق میریزم که مثلا من چیکار کنم، والا چمدونم چی میشه فلان اینا. خلاصه نوبت ما شد و ما رو صدا کردن و یک اینقدر فرم گذاشت جلوم که پر کن. نمیدونم تاریخ تولد بابات چیه، تاریخ تولد مامانت چیه، تاریخ تولد بابا منم اینا رو که به انگلیسی شو چه میدونستم که مثلا 26 تیر فلان سال مثلا به انگلیسی بشین حساب کن. خب اول جولای، دوم جولای مثلا. بعدم میترسیدم خب یه چیز غلطی نمی‌نویسم اینا بعدن ما رو بگیرن بکنن تو زندون و اینا. خلاصه یه عالمه نه آدرس خونه با بزرگ میگم قبرستون پدر بزرگ من فوت شده هندن، اینا آدرس قبرستون بعد نمیتونم خالی بذاری، مثلا بعد آدرس قبرستون تهران بهشت زهرا مثلا قطعه 230. بعد آره خلاص این بنگاه رو پر کردیم و رفتیم اونجا و گفتم با انگشت نگاری کنی و مثل این قاتلا تصویر اینجوری و تصویر نیمرخ و نمیتونم اینا ازمون گرفتن. ماکشات. آره ماکشات رو گفتش که برو. منم دیگه اون کوله پشتی که توش به هر حال تمام مدارکی که از ایران میاد توش بعد یالم مدارک با خود بیارن شده، اون کوله پشتی رو گرفتم دستم و داشتم میرفتم یارو برگشت گفتش که Sir wait a minute we need your help، یعنی که مثلا بیا با ما کمک کن. منم گفتم که بله مثلا خواستم حال بچه مثبت باشم که مثلا ما فکر نکنیم مثلا ما از ایران اومدیم آدمای بدی هستیم، مثلا ما خیلی آدمای خوبی هستیم، مثلا بله قربان ما به شما کمک میکنم، شما چه کمکی میخواین؟ اینا گفتش که we need you to translate to Arabic for us، یعنی که میخوایم ترجمه به عربی بکنیم. منم برگشتم گفتم که sorry I don't speak Arabic. How come you're from Iran you don't speak Arabic؟ من میخوام برای یارو توضیح بدم که مثلا چرا ما ایرانی‌ها عربی صحبت نمی‌کنیم و اینا. دیدم که خیلی بحثش طولانیه، ممکنه اون چمدونام دیگه هم دست بره و اینا. گفتم باشه چرا سعی خودمو میکنم، حالا don't have high expectations، من سعی خودم میکنم. در واقع یه چیزی تو ایران در حد بقره و اینا خونده بودیم مثلا تو عربی و اینا، حالا در اون حد دیگه حالا میتونم. یه خانم بنده خدایی رو اونجا دستگیر کرده، مال سوریه بود، هر چی ازش میپرسیدن جواب نمیداد، نشسته بود مثل مرغ غریب. یه خانمی اونم از کمرون بود که اومده و بچه‌هاشو ببینه و اینا، مثلا خانم فرض کنید 50-60 ساله اینایی، و حرفم نمیزد. هی میگفتن که من what's your name. خانمم همینجوری نگاه کرد. بعد منم رفتم خب ترجمه کنم و اینا. گفتم خب دیگه what's your name که به عربی خیلی راحتی باید باشه که میشدم کردم که خب ما عربی تو راهنمایی خونده بودیم. خب اسم که خب ما اسمه، مثلا اسم شما چیه؟ مثلا میگه که ما اسمو که مثلا اینا. بعدم این خانومه که خب مؤنثه پس میشه ما اسمو که ما اسمو که. بعد خانومه برگشت من خود اینجوری نگاه کرد، خب مثل که درست اونجوری که مثلا تلفظم شاید خیلی شد بوده. گفتم شاید مثلا یه خورده مثل عربی بعد با یکم عربا محکم تر صحبت میکنن اینا، مثلا با شل میکنن. گفتم که ما اسمو که. خانومه یهو برگشت چته مثلا اینا.
من نفهمیدم. ما بعد گفتم شاید اینا مثلا خب لهجهشون سوریه یا اینا که فرق داره. این عربی که ما خونده بودیم عربی مثلا فصیح قرآن بود، مثلا اینا شاید مثلا کی رو میگن کی. گفتم ما اسموکی خانم ما اجازه من نگاه میکرد و این پلیسا من رو نگاه میکردن، من من ببخشید من غلطی کردم مثلا هرچی من میگم خانم مثلا نمیفهمه این عربی ما با عربی اونا فرق داره. خلاصه دیگه توی یه لحظه نمیدونم مثلا چه جوری شد، آره غریزی کاملا برگشتم بهش گفتم با انگلیسی با لهجه فارسی What is your name؟ خانمم جواب داد. نگو که این بنده خدا انگلیسی میفهمید ولی خب لهجه اینا رو نمیفهمید. یعنی مثلا اینا که پلیسا اونجوری تون حرف میزدن عصبانی بودن و اینا، خانمم مثلا. خلاصه منم چند تا سوالا رو براش به انگلیسی رو به همون انگلیسی لهجه خودمون ترجمه کردم. Where are you coming from اینا. بعدی که بعد پلیسا فهمیدن اوه پس عربی اینطوریه، اونا هم انگلیسی رو بعد اینجوری با خانم صحبت کردن، خانم فهمید و عربی یاد گرفت. عربی ما عربیش راحت بود، اصلا برای کاپی هم کلمه‌ها رو فقط یکم مثلا با آرامش بگیم مثلا اینا میفهمن. خلاص خانم فهمید من دبلیو رو وی بگی و آره پی اچ رو دی بگی و اینا. آره خلاص لحظه آخر رسیدم بدو دیدم درون نقاله فقط همین دو تا چمدون من مونده و دیگه یعنی فکر می‌کنم اگه یه دقیقه یعنی چمدونه یعنی نقاله دیگه حرکت نمی‌کرد. اون موقعی که وقتی دیگه چمدونی بمونه برمی‌دارن میبرن، بعد ممکنه که حالا نمیدونم دیگه قلبم هم داشت میاد تو دهنم که الان مثلا میان به من میگن فون نمیدونم شیبید خشک، حالا من چه میدونم حالا شیبید خشک انگلیسی چی میشه اصلا انگلیسی رو نمیدونم. خلاصه دیگه رسیدیم ولی خب الحمدلله مشکلاتمون حل شده بود تا اینکه آره بعدم رفتیم فرهاد اومده و دنبالم و خیلی هم خوب که حالا بقیه داستانا رو میتونیم بعداً خدمت دوستان عزیز بگیم. اینم از این اپیزود. حالا آره همین این هر باقالی انقدر شدم بگم نشون بدیم در تصویر که بعد این همه آشغالی که در اومد ازشو در ازای مثلا قشنگ با این پولی که ما اینجا دادیم قشنگ میتونستم تقریبا یک نصف یه مرغ بخرم. یعنی این انقدر فقط باقالی گرون تازه به نسبت هم خوب در اومد. یعنی باقالیش معمولا اونایی که اول فصل از اینم کمتر در میاد، انقدر آشغال شد انقدر باقالی. آره خلاصه این کامیونیتی داستانی، یه مجموعه، یه فضایی، یک گرد همایی برای ما که خاطراتمون رو تعریف کنیم. حتما برای بقیه دوستانم که به هر حال مسئله مهاجرت و اینا رو داشتن اتفاقای دیگه ممکن افتاده باشه. ما دوست داریم اینجا با هم یه فضایی باشه که بتونیم در مورد اینجور داستانا با هم صحبت کنیم. حالا یکی ممکنه که مدت بیشتری اینجا زندگی میکنه، یه 4 تا راه و چاه یاد گرفته، یکی هم راه و چاه یاد نگرفته، تا اینجا با هم کمک کنیم، در کنار هم باشیم، یک جمع دوستانه ای رو درست کنیم و با هم بگیم و بخندیم و اگرم لازم شد یه فعلا بچه قربانشون خدا